کیه؟ منم. شما کی هستی؟ کریم خانم. کریم؟ با چی کار داری آقا؟ خانم با هیچ چی. شما کی هستی؟ یعنی مردم بازاری آقا؟ ببخشید. ببخشید خانم. برو ببین چیه دمی در بازارم شده. علی بودو. اگه راست میگی بایستا. نه بابا. کیه؟ بایستا ببینم. علی برو پایین. عجب آدمایی هستن. من که به اونا چیزی نگفتم. بله. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. خیلی ممنون. شما کی هستی؟ من والله اسم من کریمه. کریم؟ با کی کار دارین آقا؟ من آقا ما باغبون هستیم. درخت‌ها رو سمپاشی میکنیم. خاک باغچه‌ها رو درست میکنیم. شاخه درخت‌ها رو کوتاه میکنیم. نه بابا جون نمیخوای. ماشاءالله شما خیلی بلده. بریم. بله؟ باغبون نمیخواین؟ نمیخوایم. بله. سمپاشی باغبونی هم. کیه؟ سمپاش نمیخواین؟ نه مرسی. بله؟ باغبونی. نه. بله. باغبون نمیخواین؟ نه. وای ایچه علی بردو بابا آب میخوری؟ نه بابا. کیه؟ پسر چرا جواب نمیدی؟ رفتی؟ من اینجا. به بابات بگو باغبون نمیخواین؟ بابام نیست. به مادرت بگو. اونم نیست. فقط من و پدر بزرگمی. به پدر بزرگت بگو باغبون نمیخواین؟ تو باغبونی؟ من نه بابام. بابات کجاست؟ همینجا تو کوچه. حالا به پدر بزرگت میگی بیاد؟ اول اسم تو بگو. اسم من علیه. اسم منم علی رزاه. کلاس چندی؟ کلاس سومم. حال به پدر بزرگت میگی بیاد؟ پدر بزرگم خوابه. بچه رو زودتر نگفتی. علی بیا بریم. علی میای تو حیاطم بازی کنی؟ من دارم میرم. خداحافظ. علی بایستا. یه چند تا کیسه کود گرفتم برای درختها که باید زحمت شه بکشی.
و بعدن هم سنپاشی. خواهش میکنم. مخصوصا این درخت بله. گیلاس و زردالو اونا را خودم کاشتم. هر سال من سنپاشی میکنم. یک سال سنپاشی نکردم. بله. یکی دو تا از درختها را شته نابودش کرد. بله. متوجه آقا؟ علی بیاریم بازی کنیم. چشم. یکی علی دو تا از بیاریم درختها بازی را کنیم. شته نابود بیا کرد. برو دیگه. پسرم من پیش پدرت هستم. برو بابا جون. بیا بشین. خسته نباشید. بفرمایید. قابل نداره. خواهش میکنم. زیاده. قابل شما را نداره. دست شما درد نکنه. زحمت شما کشیدید. دست شما در نکنید. علی بیا بریم. من هر چند وقت یه بار میام این برا به شما هم سر میزنم. اگر کارتون شد در خدمتتون هستم. خدا. خدا. اجا یه ماه مرخصی بگیرم بعد از بحران به جای اضافه کاره بیام این طرف ها کل میتونم کار کنم. علی جون ما وضعمون انشالله خوب میشه. همه چی میخرم. یه موتور میخرم، یه کمد میخرم، یه اتو برای مادرت، یه یخچال بزرگ. شاید خونه رو هم عوض کردیم رفتیم یه خونه بزرگ اجاره کردیم. خلاصه همه چی میخرم. یک کفش برای زهرا بخر. اون چیزی نیست برای تو هم میخرم. کفش زهرا رو زودتر بخر. آخه کفشش پاره شده. چشم. علی محکم باشم. بابا نگردم. محکم باشم. نگردم.